سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم باشگاه 90 قراره با هم دیگه کیف امیر رو بگردیم. سلام امیر. سلام، خوبی؟ حالا چطوره؟ مرسی. خوش اومدید. قربونت. ببین کیفت اول نشون ما بده. نمیدونم ظاهر کیفت چه شکلیه. این کیف منه. چقدر بندش پیچ پیچیه؟ بگیر بالا. این بندش مشکل داره. آو. راستشو بخواین چون یه سمتش چرمه یه سمتش پارچه است. اینا با هم دیگه مثل دوتا قطب هم نام آهن رو با هم پیچ میدن دیگه. چقدر جالب. مرسی که دلیل علمیش هم برام توضیح دادی. خواهش. خب حالا یا خودت میتونی کیفتو بریزی بیرون، خودم میشه بریزم بیرون، یا من میتونم بیام با جزئیات بیشتر بگردم. نه خودم بریزم بیرون. من کل کیفو نشون میدم بهت. باش. خیالتون راحت. هر جا سوالم داشتم باید جواب بدی. آره حتما. باشه. خب از کدوم جیب شروع کنم؟ اصلا یادم نیست تو کدوم جیب چی دارم. از هر کدوم که راحتی. از جیب بزرگی. سورپرایزم کن. غافلگیرم کن. خب دوستان عزیز توجه فرمایید. خب چسب برق. برای چی چسب برق داری؟ تو همیشه نشون میدی میذاری رو میز. احتیاج میشه. برای چی؟ لازم میشه دیگه. الان مثلا یه سری از وسیله‌ها رو ببینید اینجا که هستش، وسیله‌های برقی و غیر برقی. خب میتونم با این کارو در بیارم. غیر برقی چیه که میتونه با مثلا چسب برق؟ میز بیلیارد رو ببینید یه سری از بندا شل شده پاره شده با چسب برق بستم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. ریموت‌های مغازه یعنی باشگاه و کلیدای خونه. خب این جا کلیدی‌ها هم بابام درست کرده بود خیلی سال پیش. دستشون درد نکنه. خیلی خوشگله. آها اینم بنده عینکمه که خیلی دوستش دارم. بنده عینکت خوشگله. من خیلی دوست دارم. آره. تا میشده مسخرت کنن سر بنده عینک؟ نه چرا مسخره‌ام کنی؟ من هر وقت بنده عینک میندازم خیلی مسخره. مخصوصا تایم دانشگاه بچه‌هامون خیلی مسخره می‌کردن. نه خیلی خفنه. ببین قشنگ یادمه یکی از دوستای خیلی صمیمی بود که اون مثلا استفاده می‌کرد، بهش میگفتن شبیه مام بزرگ توییتی شدی. آخه میدونی یه تایمی بودش بچه‌ها خیلی عینکاشون رو گم می‌کردن، مخصوصا بچه‌های گیج خنگا. خب چه این حرفو میزنی؟ به خدا خنگا. بابا بچه بودن دیگه. بچه‌های خنگ عینکی. خب خیلی حرف زشته. من عینکی دارم به خودم میگیرم. عینکاشون هم رنگی بود. خب بعد یه بند رنگی ماماناشون میبستن به سر و ته. بابا یعنی منم عینکم رنگیه. گوش کن. بند مثلا کفش میبستن به سر و ته عینکا مینداختن رو گردن اینا که اینا گم نکنن عینکا رو. بعد الان خب اینا خیلی خفنه. به من که 5-6 ساله الان دارم عینک میزنم خب، ولی عینکم هم گم میکردم، ولی بنده عینک استفاده نمیکردم. ولی خنگ نیستم. خنگم نیستم اصلا. اتکلونم مارلی، برند مارلی. این مدل هالتانه. آره مدل‌های مختلفشو هم دخترانه داره هم پسرانه داره. میتونید تست کنید. خیلی اتکلونه خفنه. راستی بهت گفتم یه سری آیتما هست که مد نظر منه و اگه تو اونا تو کیفت داشته باشی یه امتیاز میگیری و هر چند تا امتیازت بیشتر باشه در آخر ما اینا رو جمع میزنیم یه هدیه‌ای میدیم که از طرف کانال ما داشته باشی. اینم کیفیته. خیلی قشنگ بود خدایی. اینجا خیلی بامزه بود. یه سه کوچولوه خیلی کوچولو. از این شکلات خیلی قدیمیه. این نمیدونم از کجا اومده راستش رو بخوای. بابا این شکلات اصلا دیگه وجود نداشتن. هنوز اینو این پوسیده. آره. خب اینو کی بهت داده؟ یادگاری نگهش داشتی؟ هیچ یادم نیست از این. خب چیزای اینجوری شیرینی که تو کیفتون پیدا می‌کنید نخورید. نه نمیخورم. اصلا حالا نه فقط شیرینا. الان واقعا طعم اون رو دلم می‌خواست ولی خب نه. شاد. لیوان کوچولو. لیوان کوچولو. لیوان موش. این خیلی بکاره. خیلی بس دیگه که همیشه کارو در آورده بکاره. یه ذره بریم تو سوال. چرا این باید تو کیف تو باشه؟ از اونجایی که من ورزشکارم خب این اسکوپ مکملمه دوستان. آره. نه ولی ورزشکاری از تو بعیده. خب دیگه ورزشکارم دل دارن دیگه. آها. آره. آب میخوری باش. آره بابا. تو باشگاه پیک آب میخوری.
همه تراکنشات ریخت. مبلغا رو بگو. آها قبل از باشگاه رفتن امروز یه دونه یعنی یه سیخ جوجه خوردم 261,000 تومان. 1,000 تومانش نمیدونم برای چیه. هایپر پروتئین 2,739,000 دیگه خورده ای. آره خیلی آفرین که برخورد هزینه میکنی. خواهش میکنم. نمیدونم چرا یه سری از کلا آدما پسر دخترم نداره واسه خودشون اصلا هزینه نمیکنن. دست خرجشون برای دیگرانه. پدر مادر دوست اینا. چی بگم این کیف پولمه. خیلی هم ممنون. قدیمیه. ببینید خب. ترک خورده. چرمه ولی خب آره. اینم نشون بدم خودت طبیعتشو. آره. نه برام کسی خریده بود چندین سال پیش. آره. من میشناسم؟ نه. راستشو بگو اسم باور کنم کن. اونیه که من نه. خب اینم دوباره یه فیش میوه فروشی حجره 81. احتمالاً موز خریده قبل یا بعد باشه. 1,50,000 تومان. آره. گرون کارت میکشی. دیگه هزینه رو رفته بالا خانم. پول نقد. پول نقد. کش. پسر همشون پول نقد دارن. خب لازم میشه کجا؟ توی هر شرایطی. شما یه وقت میشه که خب کارتت نمیگشه. خب اینا اینا که خوباشه. چی؟ اینا که خوباشه برو سراغ واقعیاش. کجا واقعا به کارتون میاد؟ به خدا جای خاصی به کارم نمیاد ولی خب یه تایمی میشه مثلا میبینی تو یه جایی هستی باید پول نقد خرج کنی مثلا تاکسی سوار شی یا هر چیزی. آها. آره میری پمپ بنزین بزنی خب کارتشون اکثرا 12 شب نمیکشه کارتخانه‌شون. مجبوری نقدی پرداخت کنی. من یه ویدیوی چند نفر دیگر گرفتم پسرا هیچ کدوم اینو نگفتن همشون یه چیز دیگه گفتن. چی گفتن؟ گفتن که اینو نگه می‌داریم میدیم به افسر که میخواد جریمه‌مون کنه. خب نه من خیلی شیرینی بهش میدیم. من یعنی چندین سال خیلی مقرراتی رانندگی میکنم خب اون کارهایی که دوست داشتم رو کردم. راستش رو بخواید میشناسید دیگه. آره دیگه. من دیگه مسابقه میدادم یه تایمایی توی پیست این کارا رو کردم. یه فیش دیگه که رفته کلا همه چیش عکس 3 در 4. عکس 3 در 4 رو تو بیار نزدیک میشه نمیرم نزدیک. بیا تو خدا اصلا خوب نیست ترسناکه. پسره که این حرفا رو ندارم. من واسه درخواست دوباره شناسنامه‌ام رفته بودم بعد اصلا لباس اسپورت جیم پوشیده بودم یقش باز بود همه چی اوکی بود. کت جین ببینم وایسا بعد موام حالت دار بود. همه چی اوکی بود رفتم گفتن برو فوری عکس بگیر بیار. رفتم تو اون عکاسی گفت دکمتو تا اینجا ببند که قبول نمیکنن موهاتم شونو آب بردار خراب کن کلا که اصلا قبول نمیکنن. چقدر ضد حال واقعا. آره ولی خب عکسامون همه یه عالمه جوانهای بیروحیم توی شناسنامه و خاص نه بیا یکم پایین. آره چقدر از الانت فرق میکنه. من که میدونم ولی چند سالته؟ متولد 78 هم دیگه میشه 26 سال. بچه‌ها من اولین بار تقریبا 5-6 سال پیش بود امیر رو دیدم. با یکی از دوستان بودم بعد امیر رو نشونم داد پول نقد دوباره. نشونم داد امیر رو گفتش که به نظرتون پسری که اونجا نشسته چند سالشه؟ من گفتم نه اصلا بهش میخوره متولد 68 اینا باشه. بعد اون موقع امیرم یه تیپ فوق مردونه کت بلند اینا باشه گفت اون متولد 78 و من مونده بودم. بعد چند وقت بعدش هم فهمیدم که بهمن 78 یعنی از منم کوچیک‌تری و اصلا این قضیه هیچ جوره باورم نمیشه. خیلی خوب ماشاءالله. خواهش میکنم. یه آیتم میخوام نشون بدم. من اینو خیلی دوستش دارم. خب همیشه همراهم دارم این آیتم. یعنی اگه الان باز کنم بخورمش اولین دکه یا دکه که دیگه نمیرم معمولا اولین سوپرمارکتی که برم اینو تهیه میکنم میذارم توی کیفم. چرا کنجکاو بدونم چیه؟ لواشک نامیک بیا اسپانسرمون شو. خیلی خوشمزه است خیلی خفنه. حتما تستش کنید. خیلی دوستش چه طعمیه؟ اگه ترش باشه جیگرت درات اونجوری باشه میخوام. نه ملسه طبیعیه خیلی طبیعیه. توی کارت ملی شناسنامه
خب اوکی، اونا رو نیازی نیست حالا خیلی هم دقیق نشون بدید. میخواید یه عکس بهتون نشون بدم از کپی کارت ملی؟ سیاه‌سفیده ولی خب ببینید چقدر ترسناکه برعکس اون عکس شوخی قبلی. نکن. این ورش اینو میگیرم که مشخصا اطلاعات نیفته. وایس یه ذره بیار بالا. وای امیر چقدر ترسناک بودی. اینو کلا کپی مدارک، چیز خاصی نیست. کارت هدیه، کارت برش لیزری، کارت چیچی کارت، بانک بوق، بانک بلک بانک، دوست بلک بورد. از اینایی هستی که چند تا آبر بانک دارن فقط یکیش پره، یا نه مثلا اینایی من که کلی آبر بانک دارم که همش یکیش پره. به اسم خودمه فقط. چرا؟ بقیه به اسم دیگرانه. بعد چرا؟ یکیش که برای باشگاه، برای حساب باشگاه خب که به اسم یکی دیگه است. یکیش برای پولای دیگه است که برای دوباره یکی دیگه است. یکیش برای خودمه. ولی خب دلیل اصلی ریشه‌ایو که باعث این قضیه شد این بود که من پارسال کل مدارکم رو یک جا گم کردم. شناسنامه‌ام، کارت ملیم، گواهینامه‌ام، کارت‌های بانکیم، تمام مدارکم که من تازه الان شناسنامه‌ام بعد 1.5 سال تونستم بگیرمش. هیچ مدارکی نداشتم که اثبات کنم منم دوستان. آره. اتفاقا بر منم پیش اومد یه بار صندوق ماشینمون رو زدن، یه هفته قبلش یه عالمه محصولات پوستی، قرص برای مو، قرص برای پوست، یه عالمه، چون لوازم آرایشی خیلی نیستم ولی اون موقع هوس کرده بودم یه رژ لب مک گرفته بودم با یه عالمه چیزای پوستی خیلی خفن گرونه برند و این داستان همه رو گذاشته بودم تو ساک. رفته بودم یه جا مهمونی، شب مونده بودم، برگشتنی ماشین رو پارک کردیم، ما بریم جای چیزی بگیریم و اومدیم دیدیم در صندوق بازه، اون ساکه نیست. ببین من انقدر ناراحت شدم چون مثلا فکر کنم چند سال پیش بود دیگه، فکر کنم حداقل 3 سال پیش بود. اون موقع من 10 تومن هزینه کرده بودم، حالا مثلا بجز اون وسایل چیزای دیگه هم بود، لباسام و اینا، همه اونا رو هم با کارتای آبر بانکم و این داستانا همه رو بردن. 10 تومن اونجا ضرر کردم و اینکه بعد از اون دیگه نرفتم دنبال کارت آبر دیگه. من اصلا یه آدمیم که یه همچین چیزی گم شه دیگه نمیرم دنبالش. کارت ملیم هم گم شده بود، نرفتم دیگه دنبالش. الان به مشکل نمیخوری؟ ببین چرا توی کارت خیلی مشکل میخورم، چون هر جا مغازه میرم یه سریاشون مثلا خیلی قیافه میگیرن برام، نه ما کارت به کارت قبول نمیکنیم، باید کارت داشته باشه. بعد مثلا بعضیاشون خیلی بد و تحقیرآمیز، یعنی مثلا کارتت گم شده، یه کارت نمیتونی بری بگیری. خیلی اینا رو میشنوم. خب بریم دنبال بقیه ماجرا. اینا کلا چاپشون رفته. تراکنش‌های آشغالی واسه بینیه. آره اسپری بینی اینجوری بینی میذاری اینجا، به این صورت فشار میدی، چپکی میزنه میره باز میکنه. میبینید الانم صدام گرفته، من پولیپ داره بینیم توی این هوای آلوده‌ام که کلا کیپ میشه بینیم. خیلی اذیت میشم، خیلی اذیت میشم مخصوصا صبح. بذار رو میز. ببخشید. ممنونم. واه قبض رسید طلا فروشیه. آره که سرمایه‌گذاری طلا؟ نه، به حساب طلامو برده بودم بفروشم که قرار بود به حسابم پول بزنن، رسید بهم داده بودن. آره کاش ان شاءالله همیشه جوری باشه واسط که بری طلا بخری. مرسی، کاش نمیفروختم. آره الان امروز مهم نیست، ولش کن بریز دور. آره به یادم نیار. سر اینم من یه ضرر خیلی گنده کردم. من 100 گرم طلا داشتم، بعد طلا 1 تومن بود. یه نفر به من گیر داد گفت آره بیا بفروش مثلا فلان چیزو ما کمکت میکنیم تو بخر. خب بعد اینی که مثلا میگم آشنای درجه 1 نزدیک بود و خانواده اینطورا. من احمق 100 گرم طلا رو 100 میلیون فروختم. بعد الان قیمت طلا رو نگاه میکنم یعنی بریز دور. ببین من انقدر از این بریز دورها شنیدم از دیگران. زندگی همینه. انقدر من پولای گنده از دست دادم، پولای خیلی گنده متاسفانه. زندگی همینه. و هر بارم با حمالی حقیقتا پولا رو به دست آوردم. شاگرد گرفتم. دوستان کلید اسرار قسمت. آره کلید اسرار شد واسه ما. آره. خب سویچ ماشینم. ماشینت چیه؟ اسمم چیه؟ امیر. 206 آلفا لویی. قرمز متالیک. آلفا لویی.
خب باتری شارژی، دقیقاً. فندک خالی که خیلی وقت استفاده نشده ازش. آره چون من قبلا استفاده میکردم، الان دیگه اصلا استفاده نمیکنم اصلا. تصدیق میکنم اینو من. آره یه کار خوبی تو زندگی من انجام دادم که خیلی راضیم. الان ماه هاست. یه سکه 50 سنت تو کیفمه دوستان. وای نشونش بده. اتفاقا توی ویدیو قبلی هم صدرا توی کیفش سکه بود. چقدر 50 سنتی 50 سنت. یه کوچولو باید بیاریش جلوتر. خیلی بامزه است. این داستانش چیه؟ این یکی از دوستان بهم یادگاری داده بود. البته یادگاری ارزنده ای الان دوستان 60,000 تومان پول اینه. آره به خدا این الان خیلی میارزه. آره. خب دیگه دستکش بیلیارد. دستکش بیلیارد باری کرده میشناختی؟ آره دیدم دستت اینجا، یعنی چون دیدم دستت دیگه میدونم. آره دستکش برای بیلیارده که یه تایمایی از شما حالا دستت عرق میکنه یا خیسه یا جنس چوب بیلیارد جوریه که به دستت میچسبه چون باید لیز بخوره. حرفه‌ای بازی میکنی ولی؟ بله. آره بالاخره اینجا باشگاه مجهز فوق‌العاده 90 با یک فضای گرم و صمیمی و دوستانه، ارائه دهنده انواع کنسول‌های بازی و میز بیلیارد بچه‌ها در خدمت شما هستیم. آره این پارچه خیلی لیزه و چوب اینجا اینجوری لیز میخوره. آره چیز خوبیه دستکش. حالا در بیارم. آره راستی بچه‌ها تا اینجای ویدیو اگه همراه ما بودین یادتون نره که حتما لایک کنید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنین و اینکه سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون یادتون نره اصلا. خب بذار ببینم دیگه چی پیدا میکنم. حس میکنم یه چیزایی رو نشون نمیدی. نه به خدا میام پشت دوربین. بیا. نه دیگه هیچی نداره. هیچی خالی. آره یه سری چیزاشو اصلا خودم فراموش کرده بودم که تو کیفم هست. مرسی یادم انداختید. خواهش میکنم. آره اصلا فکر کنم این برنامه هم فال باشه هم تماشا. 60,000 تومنت افتاد 50 سنت هم رفت. ببین رفت زیر پا. پیداش میکنم. آره پیداش. آره هر کی پیداش کنه واسه مونه. بچه‌ها خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. یادتون نره لایک کنید، برامون کامنت بذارید و اینکه سابسکرایب هم که یادتون نره. خیلی حمایت کنید، اوایل راهمونه و واقعا به حمایت شما احتیاج داریم. دوستان کلیپ منو خیلی لایک کنید. جبران میکنم. میان باشگاه جبران میکنم. بله بچه‌ها حتما باشگاه 90 بیاین. خیلی فضای باحال و کولی داره. منم اکثر آخر هفته ها اینجا اونجایی که امیر حقیقتا این نسبت فامیلی با من داره، پسرعممه، من اینجا هستم و اکثرا ویدیوهایی که بچه‌هایی که سوژه هایی که میرم کیفشون رو میگردم و امیر معرفی میکنه بهمون. خیلی ممنونم امیر که اومدی تو ویدیو. حرفی نداری؟ خیلی خوشحال شدم. مواظب خودتون باشید. راستی گفتی جایزه داره؟ یه دونه عطر داشتی داداش. دیگه چی جایزه داشت؟ به خدا فقط یه عطر تو داشتی. خب چی دیگه جایزه داره؟ من یه چیزی رو میدونم جایزه داره. چی؟ تو کیفم نیست، تو دهنمه. آدامس. آره یکی از مهماش آدامس. خب حالا یه دونه پارتی بازی فامیلی میکنیم، یه دونه واسه آدامس. چنده دارم دوستان. نخوریش دیگه اونا. دارم. وای بس کنم این. وای خیلی ممنونم ازت. کاری نداری؟ خواهش میکنم. زنده باشید، مواظب خودتون باشید. مرسی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدافظ. الان میتونی بگی راستی اون مسئله بودش کی؟ من ورزشکارم هستم. اون فرمترین اون کاره ایران ندارم.